امروز اومدیم با یه موضوع جالب و رازآلود. تو ویدیو امروز میخوایم راجع به عجیب ترین کشور دنیا صحبت کنیم. کشوری که انگار دورش دیوار کشیدن و با دنیای بیرون هیچ ارتباطی نداره. جایی که چیزی به نام اینترنت هم وجود نداره. تلویزیون دارن ولی فقط چند تا شبکه محدود دولتی داره. ساعت خواب و بیدار شدن شغل آدم‌ها، مدل موهاشون و لباساشون و حتی همسر مردم هم به صورت اجباری انتخاب میشه. احتمالاً تا الان حدس زدین منظورم کدوم کشوره. میخوایم درباره کشور کره شمالی صحبت کنیم و با هم ببینیم مردم اونجا به چه شکل زندگی میکنن. ولی فقط قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم اونو لایک کنید. ویدیو منظورمه. کانال رو سابسکرایب کنید. همین الان این کار رو انجام بدید. ممنون. زنگوله رو هم به صدا در بیارید تا بریم سراغ ویدیو. خب اگه بخوایم از اول داستان بیایم بگیم کره چی بود و چی شد، چندین ساعت قاعدتاً طول میکشه. اما خیلی خلاصه بهتون بگم که چی شد که اینجوری شد. قبلا یک کشور متحد داشتیم. کره شمالی و جنوبی وجود نداشت و تحت فرمانروایی امپراتوری کره، یعنی همون جمونگ و رفقاش اداره میشد. ولی تو سال 1283 شمسی ژاپن اومد بهش حمله کرد و این شبه جزیره جزء امپراتوری ژاپن شد. بعد از اینکه ژاپن تو جنگ جهانی دوم شکست خورد، شوروی قسمت شمالی کره و آمریکا قسمت جنوبیش رو تصرف کردند و اینجوری بود که کره جنوبی و شمالی کم کم مطرح شد. قسمت شمالی تحت تاثیر شوروی طرف کمونیست و این داستانا رفت و قسمت جنوبی چسبیده بود به آمریکا. همینطوری که داشتم میگفتن این کره مال کیه بالاخره تو سال 1332 گفتن آقایون دعوا نکنید و اومدن یه دیوار وسط کره کشیدن. گفتن شمالیا بچسبن به شوروی، جنوبیا هم برن دنبال آمریکا، ببینیم کجای دنیا رو میخوایم بگیریم. نتیجهش هم میدونید. یه دیوونه‌ای به نام کیم ایل سونگ رئیس جمهور کره شمالی شد و گفت ما باید خودکفا باشیم. به اسم خودکفایی رسما کشور رو به یه پادگان بزرگ تبدیل کرد. اما بریم سراغ قوانین عجیب و غریب این پادگان که دونستنش همیشه برای مردم جالب بوده. همونطور که گفتم کره شمالی یه پادگان بزرگه و همه چی تو این کشور اجباریه. حتی مدل موهاشون. اونجا مردم نمیتونن مدل موشون رو هر جوری که دوست دارن بزنن، مثلا بیان بوکسوری بزنن. فقط 28 تا مدل مو که از طرف دولت هم باید تایید بشه و مردها هر بار که میرن آرایشگاه باید یکی از این 28 مدل رو برای موهاشون انتخاب کنن. بلندی موهاشون نباید بیش از 5-6 سانت باشه. هیچ کس هم حق نداره موهاشو مثل رهبر کره شمالی اصلاح کنه، وگرنه مو که هیچی، سرشو کلا به باد میده. حتی رنگ کردن مو، رنگ ها هم توی کره شمالی ممنوعه. تو این کشور هیچ کس حق نداره موهاش رو رنگ کنه، مخصوصا رنگ بلوند یا رنگ زرد عقدی، چون میگن رنگ کردن یه کار تجملاتی برای غربی هاست. اگه کسی سرش رو رنگ کنه میگن خودش و آرایشگرش رو بردارن بیارن بزنن. فقط کسایی که موی سفید دارن مجازن موهاشون رو مشکی کنن. بقیه رنگ ها ممنوعه. تو کره شمالی لباس های مردم هم اجباریه. پوشیدن دامن کوتاه برای خانوما و شلوار جین کلاً کنسله، چون نماد آمریکاست. اونا یک نیروی پلیس مخصوص لباس هم دارن که وظیفه‌اش تذکر دادن و دستگیر کردن آدمایی که لباس غیر مجاز میپوشند. پیرسینگ بینی و ناف و این چیزا جرمه، چون این هم نماد کجاست؟ آمریکا. اینترنت تو کره شمالی کلا ممنوعه. یه جورایی وجود نداره. مردم نمیدونن وای فای و دیتای گوشی و اینترنت چی هست. گوشی هوشمند، لپتاپ هم هیچ. کره شمالی اینترنت داخلی داره که دانشجوها توی دانشگاه باهاش میتونن یه سری از سایت‌های محدود دولتی دسترسی داشته باشن. تلویزیون کلا 3 تا کانال داره که اونم دولتی و اکثرا داره اخبار دروغ راجع به قدرت و اقتدار کره پخش میکنه. مردم دستگاه دیویدی و پخش فیلم دارن ولی فیلم خارجی هم ممنوعه. ولی فقط اونایی که تو شمال کشور نزدیک چین زندگی میکنن میتونن قاچاقی چند تا فیلم از چین وارد کنن ببینن. ولی همونم اگه لو بره مجازاتش خیلی سنگینه، چون مردم انگلیسی بلد نیستن و سختگیری روی فیلم‌های آمریکایی هم کمتره. ولی کسی به فیلم ساخت کره جنوبی نگاه کنه حکمش 100% اعدامه، چون دولت میترسه مردم از روی فیلم‌ها بفهمن توی کره جنوبی
جنوبی چه خبره و بقیه دنیا داره چی میگذره توشون و سوالهای غیر مجاز تو ذهنشون ایجاد بشه. شاید باورتون نشه ولی حتی موسیقی هم توی کره شمالی ممنوعه. مردم فقط میتونن آهنگهای حماسی و ملی و آهنگهایی که توش تعریف و تمجید از رهبر کره شمالی باشه رو گوش بدن. اگر کسی CD یا نوار کاست آهنگ خارجی بگیره در جا اعدامش میکنن. شاید فکر کنید تنها لذت مجاز توی کره شمالی خوابیدنه، ولی باید بهتون بگم اشتباه میکنید، چون حتی خوابیدن هم اونجا اجباریه. ساعت 9 شب برق کل کشور قطع میشه و همه باید بخوابن و رأس ساعت 6 صبح از بلندگوهای سطح شهر صدای شیپور و این داستانا میاد تا همه بیدار بشن و برن سر کار. تو کره شمالی مردم حتی تو سفر رفتن هم آزاد نیستن. سفر خارجی که کلاً تعطیله. هر کس بخواد از کشور فرار کنه اعدام. برای سفر داخل هم شما باید مجوز بگیرید. اینطوری نیست که آخر هفته جمع بشیم بگیم کجا بریم شمال و راحت راه بیفتیم بریم. کسی بدون مجوز بره سفر توی اولین ایستگاه رسید دستگیر میشه و بقیه‌اش رو نمیتونم براتون بگم. یه قانون عجیب دیگه هم اینه که هر کس حق نداره توی شهر پیونگیانگ پایتخت این کشور ساکن بشه. کسی بخواد به پایتخت نقل مکان کنه باید درخواستش رو کتبی اعلام کنه. اگر از نظر سطح درآمد و تحصیلات و مفید بودن اون فرد برای جامعه و صلاحیت زندگی توی پایتخت رو داشته باشه بهش مجوز میدن. اگه به کره شمالی سفر کنید که توصیه میکنیم هیچ وقت این کار رو نکنید، یه چیز عجیب همون اول توجهتون رو جلب میکنه. اونم که خیابونهای این کشور شدیداً خلوته. حتی تو پایتختش که بزرگترین شهرشه شما کم ماشین میبینید و فکر میکنید مردم چقدر به محیط زیست اهمیت میدن که ماشین ندارن، ولی این داستان ربطی به محیط زیست نداره، چون کسی حق نداره ماشین داشته باشه توی کره شمالی. فقط مقامات دولتی حق داشتن ماشین و رانندگی رو دارن، اون هم آقایون، و بقیه با مترو و اتوبوس و دوچرخه رفت و آمد میکنن. حالا این که خوبه، مردم حق تلفن زدن هم ندارن، با اینکه تلفن ثابت دارن، ولی حق ندارن با خارج از کشور تماس بگیرن. فقط تماس داخلی مجازه. تو سال 1386 یک مرد به جرم تماس با خارج از کشور جلوی چشم 150 نفر اونو اعدام کردن. کلا شوخی سرشون نمیشه. توی کره شمالی چیزی به نام عید کریسمس و ولنتاین و این قرتی‌بازی‌ها وجود نداره. عیدشون 26 فروردین ماه ماست، روزی که اولین رهبر و بنیانگذار کره شمالی به دنیا اومد. هر سال توی سالگرد مرگ رهبرشون هم عزای عمومیه و همه اجباراً باید ناراحت باشن و گریه کنن وگرنه اعدام. کره شمالی چرت زدن توی محل کار هم جرمه. اگر کسی سر کار خوابش ببره، حتی یه خمیازه ناخواسته بکشه، اعدامه. فرقی هم براشون نمیکنه که کی باشه. مثلا همین چند سال پیش رهبر کره شمالی توی جلسه داشته سخنرانی میکرده، دیده وزیر دفاع خوابش برده، گفته مردی که گل که لگد نمیکنم دارم حرف میزنم. خلاصه اون بدبخت رو هم به جرم چرت زدن و بی‌احترامی به کیم جون اون به بدترین نحو اعدامش کردن. واقعا عجیبه، ولی مردم کره شمالی حتی اجازه انتخاب شغل هم ندارن. وقتی بچه مدرسه رو تموم میکنه دیپلم میگیره، باید بره سربازی. حالا چند ماهو ول کن، برو بالا. مردا 11 سال و خانومها 7 سال باید برن سربازی. بعد از اون باید منتظر بمونن تا دولت براشون شغل تعیین کنه. بعد از یه مدت برای اون فرد شغل تعیین میکنن و تا آخر عمرش هم باید همون شغل رو ادامه بده تا بمیره. حالا دولت بر چه اساسی شغل رو تعیین میکنه؟ بر اساس رشوه. هر خانواده بیشتر رشوه بده شغل بهتری گیرش میاد. ممکن شاید اول یه مدرسه کشاورز بشه، اون وقت شاید تنبل همون مدرسه بشه رئیس کارخونه. اما یکی از خودخواهانه ترین و اساپورکن ترین قوانین کره شمالی اینه که همه شهروندان این کشور باید عکس رهبر کره شمالی رو بزنن به دیوار خونه‌شون. اگه خونه کسی آتیش بگیره اول از همه باید عکس‌ها رو نجات بده. 2 سال پیش خونه‌ای که توی کره آتیش گرفت، خانم به جای اینکه اول عکس رهبر رو نجات بده، جون 2 تا بچه کوچیکش رو نجات داد. فکر می‌کنین چیکارش کردن؟ دستگیرش کردن و فرستادنش اردوگاه اجباری. گفتن حتی بچه‌هاش هم حق ندارن از بیمارستان و خدمات درمانی و سوختگی و این داستانا استفاده کنن. اما بدترین و غیر منطقی ترین
ترین قانون کره شمالی اینه که اگه کسی مرتکب جرم بشه تا 3 نسلش رو میفرستن اردوگاه کار اجباری، یعنی یه نفر خائن به کشور یا مجرم سیاسی شناخته بشه، کل خانواده و حتی نوه‌های اون فرد هم همونجا به دنیا میان و بزرگ میشن. خب اینم از عجیب ترین قوانین کره شمالی. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر خوشتون اومد، جالب بود، حتما کامنت بدین، لایک کنید، ساب کنید. یادتون نره اگرم درخواستی برای ویدیوهای آینده داریم برامون کامنت کنید و ما سعی میکنیم براتون حتما درست کنید. خدا نگهدار همگی.